شک ندارم این نکاتی که بهت میگم اگر رعایت بکنی درآمدت 2 برابر میشه. انقدری که حیرت زده بشه، چون من خودم اجرا کردم و اصلا باور نداشتم به همچین چیزایی. اجرا کردم، نتیجه گرفتم، الان میخوام به شما بگم. سلام خدمت خانواده بزرگ مستطرید، امیدوارم که حالتون عالی باشه، جیبتون پرپول با یه ویدیویی دیگه داخل کانال یوتیوب و امیدوارم که بتونه براتون مفید باشه و کلی بهتون کمک بکنه. یه موضوعی که هممون الان خیلی دوست داریم که اون رمز و رازش رو یاد بگیریم و بفهمیم که داستان چیه، اینه که میخوایم بدونیم که آقا چی کار باید بکنیم که درآمدمون رو افزایش بدیم، افزایش درآمد داشته باشیم، درآمدمون چندین برابر بکنیم. یه چیزی بهتون بگم، نه رمزی داره نه رازی داره. اگر اینطوری بود الان همه بهش میرسیدن. فقط یک سری موارد هستش که اگر رعایت بکنی، من خودم رعایت کردم نتیجه گرفتم و برای شما هم اگر رعایت بکنید نتیجه میگیرید. اوکی؟ پس دنبال چیزای ورد و عجیب غریبی نباشید. هر چیزی که هست ساده است ولی فقط باید اجراش کنید، اقدام بکنید براش. اوکی؟ بزنید بریم و آماده باشید. مورد اول، یه چیزی رو بهتون بگم عزیزان، هر چیزی اگر بخواد به واقعیت بپیونده اول در ذهن شما ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی ازت میخوام که توی ذهن خودت این رو داشته باشی و باور داشته باشی اگر بخوای میتونی درآمد خودت رو چندین برابر افزایش بدی و اگر این باور رو داری، اگر این اعتقاد رو داری، قطعاً اتفاق برات میفته. کسانی هستن میگن نه من دیگه تو این شغلم هیچ درآمدی نمیتونم به دست بیارم، تهش همینه دیگه، اصلا از این شغل که زیاد بیشتر در نمیاد، این دیگه تهش همینه آقا، نمیتونیم این کارو بکنیم. یه مثال برات بزنم. ما یه شغلی رو داریم، نون خشکی میندازن این بندگان خدا، این بطری پلاستیکی رو جمع میکنن، راه میرن، شبانه کلی هم زحمت میکشن. یه شخصی رو داریم همین کاره ولی پلاستیک صادر میکنه. ببین ذهنیت این دوتا افراد روی این کار فرق داشته. آرایشگری رو داریم که 20 سال داره مو میزنه، اصلاح میکنه، 200,000 تومان میگیره. آرایشگری رو داریم که اومده 5 سال کار کرده، الان داره اصلاح 1 میلیون میگیره. بعد از اصلاحش اومده لاین آموزشش رو گذاشته. ذهنیت این دوتا فرق میکنه ولی کارشون یکیه. اوکی؟ یه شخصی رو داریم که اومده مثلا راننده تاکسی، فقط راننده تاکسیه. یه شخصی رو اومده توی اسنپ ثبت نام کرده، داره خیلی نظم‌تر میره جلو، با استراتژی، مشتریاش همیشه هستن دیگه، مثلا تو آفتاب نیست. فرد شغلش چیه ولی ذهنیت متفاوته. پس اول ازم میخوام ذهنت رو درست کنی و به این باور داشته باشی که میتونی قطعاً درآمدت رو افزایش بدی. مورد بعدی که مورد خیلی مهمی هستش و ازت خواهش میکنم انجامش بده و بهم قول بده که انجامش میدی، که میتونه خیلی برات مفید باشه، اینه که هیچ چیزی مهمتر و کارسازتر از این نیستش که سرمایه گذاری بکنی روی خودت. یعنی مورد دوم میشه چی؟ سرمایه گذاری روی خودمون. ببین نمیدونم شغلت چیه، کارمند بانکی، نمیدونم پیج اینستاگرام داری، بوتیک داری، طلا فروشی داری، راننده اسنپی، نمیدونم نقاشی، دانشجویی، هر شغلی که داری، معلمی تدریس میکنه، هر چیزی، اگر خودت رو ارتقا ندی، آموزش نبینی در حوزه کسب و کار خودت، فلج میشی. بهت قول شرف میدم، کسی که آموزش نمیبینه فلج میشه، قطع میشه. میدونی چرا؟ چون در دنیا، در عصر امروز، دنیا هی در حال آپدیت شدنه، هی در حال بروز شدنه، هی در حال رشده. پس اگر ما ازش عقب بمونیم، کسان دیگه ای از ما جلو میزنن که میگیم این شانس داشت، این هم که دزدی کرد. نه، دزدی نکرد، زرنگی کرد، فکرش کار کرد. مثل تو افکار پوچی نداشته بخواد بگه نه من نمیتونم، اون داره دزدی میکنه. پس ازت خواهش میکنم تا جایی که میتونی سرمایه گذاری بکن رو خودت. هیچ سرمایه گذاری، نه طلا، نه خونه، نه خودرو، هیچی بازدهی فوق‌العاده‌تری نسبت به سرمایه گذاری خودت نداره. هر چقدر میتونی آموزش ببینی در حوزه کاریت، هر چقدر میتونی در حوزه فروشت، مشتری مداریت، کسب و کار، بیزینست آموزش ببین که قطعا باعث میشه درآمدت افزایش پیدا کنه. مورد سوم که موردی هستش که من دوستش دارم و به نظرم یعنی اگر اینو رعایت بکنی، من تاییدیه، یعنی به سند میدم، امضا میکنم که تو درآمدت بیش از 2 برابر میشه. اون چیه؟ الان بهتون بگم بهتون خیلی مهمه، لطفا یادداشت بکنید و اجراش بکنید. من میخوام اینو اجرا بکنید و از همین امروز یا از همین امشب یا از همین فردا، نمیدونم کی دارین این ویدیو رو میبینید،
که بری اقدامش بکنی. اون چیه؟ شبکه سازیت رو افزایش بدی. شبکه سازی این نیستش که کانال ماهوارت رو بری 2 تا کانال اضافه کنی، نه، دایره افرادت رو در شغلت پیدا کنی، افرادی که در حوزه کاریت موفق شدن، نتیجه گرفتن، قطعا میشناسیدشون. هر شغلی که داری میدونی که یه نفر نامروان تو شغلت داری. خب سعی کنی باهاشون ارتباط بگیری، ازشون یاد بگیری، شبکه سازیت رو گسترش بدی. آقای مصوبه سریاشون نمیتونیم دست پیدا کنیم، خیلی قوله، خیلی طرف بزرگه، اصلا راه نمیده. اشکال نداره برو با پایین‌تراش، اشکال نداره برو آموزشاشو ببین، اشکال نداره برو ازش وقت مشاوره بگیر، هزینه کن. همون هزینه کردن که میری تو دفتر یارو یا میری تو مغازه یارو، میری کارخونه یارو، اون دایره شبکه سازی تو رو افزایش میده. انقدر شبکه سازی مهمه که از بیشترین آدم‌های پولدار توی دنیا پرسیدن که آقا چی باعث شد که خیلی ثروتمند بشید؟ این بودش که گفته من افرادی رو پیدا کردم که انقدر برام مفید بودن که خدا میدونه. شنیدید که میگن آدم‌های بزرگ فقط با تلفنشون پول در میارن، یعنی زنگ میزنن فقط با ارتباطاتشون، یعنی ارتباطاتی که دارن. پس بدون اگر شبکه سازیت صفره و فقط خودتی و همکارات، قطعاً هیچ اتفاقی برات نمیفته. پس شبکه سازیتو افزایش بده. مورد بعدی، ببین خیلی اوقات ما توی این مسیر درآمدی که داریم برای خودمون بی انگیزه میشیم، بی انرژی میشیم. یه چیزی که باعث میشه همیشه انرژی داشته باشیم و انگیزه‌مون بالا باشه و بتونیم ادامه بدیم چیه؟ اون اینه که یک هدیه، یک جایزه‌ای برای خودمون بعد از انجام هر کار مفیدی در نظر بگیریم. اگر قراره که با خود بگی که آقا من قراره تو این تایم این پروژه رو حل کنم، من قراره تو این تایم برم این کار رو انجام بدم، اون تکلیف رو انجام بدم، اون حرکتی که تو ذهنم خیلی وقت انجامش ندادم رو انجام بدم. وقتی که انجام میدی یه جشن کوچیک، یه هدیه کوچیک، یه تشکر کوچیک از خودت بکن. چرا؟ چون این باعث میشه انگیزه بگیری، روحیه بگیری و با قدرت بیشتری ادامه بدی. چرا؟ چون ما هممون انسانیم دیگه، ما ابرقدرت که نیستیم، ابر انرژی که نیستیم. پس قطعاً نیاز داریم به تفریح، به انرژی، به اینکه قدردان خودمون باشیم و خودمون رو دوست داشته باشیم. پس ازت میخوام لطفاً این رو انجام بدی. و اما مورد بعدی که بسیار مورد مهمی هستش و خیلی میتونه در یه مقدار اگر مسیرتون رو بیشتر بدید جلوتر این کار رو باید انجام بدید، اولش نیازی نیست و میتونه خیلی کمکتون بکنه. اون چیه؟ سرمایه گذاری در حوزه های مالی، مثلا مثل طلا، مثل بورس، مثل بازارهای فارکس، مثل کریپتو، مثل ترید، مثل هر چیزی درآمد دلاری داشتن، مثل خونه خریدن، زمین خریدن، هر چیز دیگه. چرا؟ چون ببین سرمایه گذاری کردن درست، هوشمندانه و هدفمند در بلند مدت به تو نتایجی رو میده که هیچ وقت از کسب و کارت نمیتونی به دستش بیاری. چرا؟ چون اگر سرمایه گذاری درستی بکنی قطعاً مزدش رو میبینی، قطعاً مزدش رو میبینی. مثلا رو طلا بهتون بگم، طلا حداقل وقتی که میخرید، حالا من بهتون میگم شرایط گرفتن طلا چه چیزایی باید رعایت بکنید، در ویدیوهای بعدی حتما سعی میکنم براش یک ویدیو آماده بکنم که خیلی میتونه براتون مفید باشه. مثلا رو بحث همین سرمایه گذاری طلا ما داریم اصلا قانونشه که شما اگر طلا میخرید که هولد کنید حداقل یه دید 6 ماهه بهش داشته باشید. نه اینکه الان طلا رو میخرید تب طلا داشته باشید، فردا طلا چنده، تب طلا میگن تب نداشته باش، الان طلا رو بری چک کنید، حداقل یه دید 6 ماهه بهش داشته باش. اوکی، میبینی همینو موارد داره، همش جزئیات داره که در ویدیوهای آینده حتما بهش میپردازیم. پس نکته آخر، نکته مهممون چی شد؟ این بودش که حتما در حوزه‌های سرمایه‌گذاری ورود کنی و اقدام بکنی که میتونه برات خیلی مفید باشه عزیزان. خب عزیزانم، همونطور که دیدید راه‌ها و روش‌های زیادی وجود داره برای افزایش درآمدتون و دو برابر کردن درآمدتون. و من سعی کردم مهماشو بهتون بگم، چیزی که باعث میشه واقعا از خودمون و از درون خودمون بریم، چون هیچ رمز و رازی نداره، هیچ تکنیکی نداره، هیچ رمزی مثل جی تی آی نداره که بخوای بزنی ببریش جلو. نه، باید از درونت و از ذهنیتت و این چیزایی که گفتم اقدام بکنی. اگر این ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که لایک کنی و کانال رو سابسکرایب بکنی و این خیلی به من انگیزه میده که اگر نظرتو داخل کامنت ها بگی و بدونم از کدوم موردی که بهت گفتم، تکنیکی بهت گفتم برات مفیدتر و جالبتر بودش. مرسی که منو همراهی میکنید. همراهی شما، انرژی شما و راهنمایی شما در بحث اینکه ویدیوهای بهتری داشته باشیم به من خیلی کمک میکنه و انگیزه و انرژی میده. ممنونم ازتون، خیلی دوستتون دارم و مثل همیشه جیبتون پرپول.